سلام بینندگان گرامی. امروز میخواهم درباره سلامتی شما صحبت بکنم و شما را به یک چیزی آشنا بسازم که در زندگی برای شما فایده آور باشد. این چیزی که من در دستم دارم دوستان عزیز، نام این با زبان فارسی زنجبیل هست و با زبان روسی ایمبیر و با زبان آلمانی اینگوا. بعد از اینکه در تلویزیون های آلمان یعنی گرمانیا در این باره زیاد صحبت کردند، من هم خواستم دوستان عزیز که برای سلامتی شما این را برای شما معرفی بسازم و این را بعضی ها هم دوستان عزیز زنجفیل میگویند. فایده های این خیلی زیاد هستند، از آن جمله در این وقتی که زیاد مردم مبتلای کسل فشار خون هستند و کسل قند هستند و به همین خاطر دوستان عزیز خواستم که شما از این بهره ببرید و یک گزارش کوتاه ما در این باره تیار کرده هستم. دوستان تماشا بکنید. فایده های زنجبیل به بدن انسان چنان زیاد هستند که اگر شما این را میدانستید همیشه استفاده اش میکردید. استفاده منتظم آن میتواند از انسولت پیشگیری کند و باعث بهتر شدن گردش خون شود و این چنین برای تقویت سیستم ایمنی مفید است. یک قاشق شربت زنجبیل با چنین مقدار نیز عسل برای رفع سلفه و آزاد کردن راه نفس خیلی مفید می باشد. زنجبیل بهترین گیاه دارویی هست که برای شفا بخشیدن معده و از آن جمله برای حل کردن غذا، دور کردن روغن نادرکار در معده، دور کردن معده از میکروب های نادرکار مساعدت می نماید، یعنی فایده چشمرس دارد. تحقیقات نشان می دهد که زنجبیل برای زنهای حامله خیلی مفید هست و زنان حامله را از دل به حضوری دور کرده سبب پس شدن قند و خلسترین می شود و این چنین خطر ناقصی های مادرزاد را در کودک کاهش می دهد. زنجبیل مرگنیتس دارد و مرگنیتس برای سلامتی عصب خیلی مهم هست. نارسایی مرگنیتس باعث بیزوریتی مردها می شود. بعضی بیماری ها از قبیل سرطان روده در مردان نسبت به زنان بیشتر معمولند که زنجبیل این بیماری ها را پیشگیری می کند. تحقیقات های سرشمار نشان می دهند که زنجبیل قابلیت مبارزه با حجیره های گوناگون سرطانی را دارد، به مثل سرطان شش، سینه، تخمدان و دیگر اعضای بدن انسان. زنجبیل باعث کاهش سطح قند خون شده و مصرف منظم آن از گرفتار شدن دیابت نوع 2 پیشگیری می کند. زنجبیل از گیاهای طبیعت گرم هست که استفادهش برای نفران سرماخورده و خنک زده خیلی مفید و فایده‌ناک می باشد. اگر شما سنگ گرده دارید می توانید با استفاده بردن زنجبیل سنگهای گرده را نابود ساخته و خود را از جراحی کردن گرده نجات دهید. برای افزایش تمرکز در فعالیت‌های معنوی روغن زنجبیل را استفاده برید، زیرا انرژی منفی و نامناسب بدن را گرفته و اعتماد به نفس را افزایش می‌دهد. تشکر دوستان عزیز که این نوار را تماشا کردید. اگر خواسته هایی دارید و می خواهید که در یک باره من نوار بکنم دوستان عزیز، می توانید که در کامنت ها برای من بنویسید و ما کوشش میکنم ان شاء الله که نواری که دل شما می خواهد برای شما ثبت کنم. خدا نگهدار. تا دیدار.